بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن غواړم تاسو سره د پاسپورټ په ارتباط باندې کوم سوالونه لرئ کولی شئ له موږ سره شریک کړئ تر څو هغې په ارتباط باندې تاسو معلومات درکړو. کوم کسان چې د پاسپورټ په ارتباط باندې سوال لري کولی شئ موږ سره شریک کړئ تر څو موږ ورته سوال جواب بدیم. کسایی که راجع به پاسپورت کدام سوال داره میتونه که از ما پرسان کنه تا برشون جواب بدیم. کسایی که سوال داره میتونه مایک خود روشن کنه تا از ما پرسان کنه در راجع به پاسپورت تا برشون معلومات بدیم. صدای ما دارین؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید خدمت. بخیر باشین. کسایی که تمدیدی داشته باشه پاسپورت تمدیدی نه بله. تصویر الکترونیکی داشته باشه خودش در خارج باشه یا بدون بایومتریک امکان گرفتن پاسپورتشان هست یا نیست؟ نه محترم، باید شخص به حضور داشته باشه، بدون نمیشه پاسپورت برشون بده. در تمدیدی هم یعنی ضرورت است باید بایومتریک شما؟ بله. پاسپورت دارن است. خب بایومتریک خو نمیشه به خاطر کدام جرم کده نباشه به خاطر بایومتریک میشه، چون در اصول قانون پاسپورت این قسم است که کسایی که جرم کده باشه بر اونها پاسپورت داده نمیشه، یعنی دوباره نمیتونه که اونها بیرون از خارج بره. سیز نه جرم نکنه پاسپورت خود گم کنه مفقود است یعنی به حساب گم است خود در جرمنی گرفتن نمیتونه دیگه اونجا نمیتونه رمضان نمیتونه دیگه گرفتن نمیتونه دیگه امی فرمش هم تقریبا نزدیک است که بایومتریکش برای دیگه دمی روزا گفتم امکان داره یا نداره؟ امکان نداره، باید حضور داشته باشه. یعنی امی راه حلش اینمی چیه دیگه خود چون رمضان نمیتونه دیگه پاسپورت نداره. خب راه حلش اینمی است که در کابل ثبت نام کنه در سایت کابل. یک سال بعد برایشان نوبت میرسه، میتونه که یک سال بعد مراجعه کنه. اگر احیانا بازم نمیتونه که بیاید باید به مشکل خود همراه سفارت شریک بسازه، اونها براتون حتما یا پاسپورت استیکری میته براشون یا پاسپورت جدید براشون میته. ثبت نام کردن قرار است که دمی روزا یعنی تاریخشان برای یعنی دمی روزا یعنی خودش عملا نمیتونه از این خاطر ثبت نام کردن وقت. خب موجوداتشان باید حتمی است محترم، بدون حضور نمیشه، باید حضوری باید داشته باشه. درست است. بخیر باشه محترم، بخیر باشه. خب نفر کسی دیگه سوال داره بفرمایید. سلام علیکم، وقت بخیر. علیکم سلام محترم. می با ما به برج 11 پارسال ثبت نام تاریخ 23 داده ولی فرم این دانلود نمیشه، چی مشکل داره؟ 3 هفته میشه مشکل میاد. خب فرم نهایتون که دانلود نمیشه حتما اینترنت تو مشکل داره، کدام گپی نیست. همراه تیم ما در تماس شوین، در واتساپ پیامشون ارسال کنین، اما بارکودتون ارسال کنین و یا مکمل فرمتون ارسال کنین تا براتون دانلود کنه، کدام مشکلی نیست. امی اینترنت هم مشکل نداره، شکر خدا. گپی نیست. ما همراه تیم شما هم به تماس شد، منام نتونستم با شماره ریاست دادم. خب بعضی ها به هرات میگم کلا سایت هرات مشکل داره. خب هرات که هست البته یک هفته میشه کلیساشون شریک نمیشه، فقط امشب البته همراه ما شریک شد. احتمال است که روز دوشنبه سایت دوباره اپدیت میشه، باز زود میتونه که فرم خدا چیزی کنه دانلود کنه، حتما باز مشکلتون حل میشه. روز دوشنبه بخیر سیستم اپدیت میشه، باز میتونه که فرم خدا چیزی کنه دانلود کنه. 3 هفته شد با اپدیت میره ولی مشکل حل نمیشه. خب که حل نمیشه، باز از نزدیک چیزی که همراه بخش تیم در تماشون ها براتون مشکل حل میکنه. صحیح است. بخیر بود. نفر بعدی بفرمایید. باز درود وقتتان بخیر باشه. میخوام اسم از ایران همی سایت ایران اطلاق هم که باز میشه؟ سایت هرات خب فعلا بسته می باشه، احتمال زیاد 15 روز بعد یا 20 روز بعد بخیر باز میشه. خیلی تشکر. سلامت باش.
نفر بعدی بفرمایید. کوم څوک د پاسپورت په ارتباط باندې سوال لري کولی شي موږ څخه وپوښتي، موږ یې په خدمت کې یو. فعلا محترم یک قسم بلاس سال قبل 401 یک قسم بلاس فعلا. بله السلام علیکم. علیکم سلام محترم بفرمایید خدمت. از هرات ما گرفتم محترم اطلاعات نمی که شخص به اصطلاح به ایران گفتن که به اصطلاح به اینجا که به اصطلاح داشته باشه فرض کنه به پاسپورت بدم، یعنی تا چند روز موفق نمیشه. خب محترم ثبت نام قسم میشه که اول فعلا در کابل ثبت نام میکنی، بعد از او فرم خود از کابل به ولایت ها تبدیل میکنی. اگر احیانا خودتون ثبت نام کرده باشی و فرم خود هم به هرات تبدیل کرده باشی و منتظر باش زمین 20 روز بعد در 20 روز در داخل 20 روز یا یک ماه البته براتون تاریخ میته، باز میتونی که فرم خود چک کنی و دانلودشون کنی و بری بیومتریک شوی. این قسم پروسهشون است محترم. باز به هرات تبدیل میشه بود یعنی؟ ها بله محترم به هرات تبدیل میشه. چون وقتی که خود شخص فعلا به هرات به ایرانه گفتن که از ایران به اصطلاح مثل سفارت ایران به اصطلاح اونجا پاسپورت میده، نمیتونم که یعنی به چی اشخاص میده. بعد مثلا میگن که به اصطلاح کسانی که مثلا معطل بوده اونجا اقامه داشته و کسانی میگن که مثلا اینجا حال داشتن مال اطفال اینا به اصطلاح پاسپورت ندارن اون سفارت نامه و ببینه که بدی مجردی های که حال مثلا تازه برن بدون پاسپورت سفارت انسان میده یا خیر؟ خب نه در ایران برای کسی میته که اونها به شکل قانونی رفتن، یعنی ویزا داشته باشه به شکل قانونی رفتن یا اقامه فعلا از ایران داره یا محصل باشه نمونه تحصیل میکنه یا میخواه که به دیگه کشورها برن پاسپورتشون اکسپایر شده به اونها میته و کسایی که مثلا همین چیزا داشته باشه به اونها میته. احتمال است که در روزهای آینده یا چند ماه بعد یک ماه بعد به شکل افلاین هم شاید در ایران هم باشه و این عریضه میکنی اونها براتون شاید چیزی کنه، یعنی کسایی که پاسپورت هم نداشته باشه اونها شاید براشون بده. همین قسم پروسهشون میگم در کابل افغانستان البته پروسهشون همین قسم است که باید ثبت نام آنلاین کنی، از طریق آنلاین ثبت نام میشه. بعد از او اگر میخواستی در کابل پاسپورت دریافت کنی در کابل براتون میته، اگر احیانا میخواستی به ولایت ها تبدیل کنی باز میتونی که فرم خود ولایت ها تبدیل کنی. پیش از اینکه سطح ولایت ها باشه در کابل ثبت نام کن چون براتون زود نوبت میته. کدام روز که ثبت نام میکنی می تاریخ سرتون پشتون چیز میکنه ثبت میشه، اون به یک بارکد براتون میته، با اساس اون بارکد باز براتون تاریخ هم میته. باز میتونی که با اساس اون بارکد فرم خود با از کابل ولایت ها تبدیل کنی، در این صورت براتون زود نوبت میرسه. و یک دیگه محترم ارتباط همین تذکره، حالا تذکره الکترونیکی ما داریم، تذکره مثلا اختلاف مثلا فرق میکنه با پاسپورت قبلی ما مثلا بلدی مثلا مثال میگم به بلدی داده ولی به اینجا نه، حال ما به اساس مثلا تذکره حالی خود اضافه کنیم یا با پاسپورتی که قبل داشتیم. اون پاسپورت قبل ما به اصطلاح وقت تمام شده فعلا نداریم داره پاسپورت میاد. انا ما به زی ثبت کنیم یا بزی واجد ثبت کنیم قراره که مثلا ما تذکره کنم به اصطلاح مگر اون ریاست ثبت نفوذ مراجعه کنن که او به اصطلاح نام کنه، اگر اصلاح فعل کنه که اصطلاح به حساب انگلیسی مشکل داره ولی به حساب فارسی مشکل نداره. اگر نه یعنی ثبت پاسپورت که ما بکنیم بر اساس تذکره حالت بکنیم یا بر اساس پاسپورت قبلی خود؟ خب محترم عموما که پاسپورت دریافت میکنه با اساس تذکره دریافت میکنی. تمام معلومات که خودتان که ثبت میشه با اساس تذکره میشه، چون در اول باید با تذکره داشته باشی بعد از پاسپورت براتون میده. در تذکره کدام چیزی نوشته باشه با اساس همین چیزو که مکمل مشخصات خود برسان، ثبتشون کو، تاریخ تولدشون، اسمتون، اگر تخلص داشته باشه تذکرهتون با اساس همین چیزی که تخلص اختیاری است، یعنی میتونه که
فقط و فقط تخلص یعنی اختیاری در دست خودتان است، یعنی اگر تذکره یک رقم باشه و خودتان میتونید دیگه تخلص بمونه سرتان، کدام مشکلی نیست. خب اسم و تاریخ تولد و محل سکونتتان یا سکونت اصلیتان این با اساس تذکره انتخاب میشه دیگه. اگر اسم پدرتان اشتباه باشه کدام مشکلی نیست در پاسپورت، اگر اسم پدرکلانتان اشتباه باشه کدام مشکلی نیست و تخلصتان هم کدام مشکلی نیست. مگم اسمتان و تاریخ تولدتان و سکونت اصلیتان باید تذکره و پاسپورت یکجان باشه. خب اگر یک وقت مثلا در اساس مثلا که اصطلاح مشکل داره در اساس همین ثبت میکنه، مثلا 5 سال پاسپورت میگیریم، بعد از 5 سال مثلا پاسپورت مثلا جدید ما تذکره مثلا جدید کردیم، باز پس به اصطلاح بر اساس اون تذکره جدید میشه که ثبت کنه، کدام اشکال که نداره دیگه. نه مشکل نداره، با اساس همون تذکره میتونی ثبتشون کنی، کدام مشکل نیست. اگر احیانا براتون کدام مشکل ایجاد میکرد اونها براتون باز یک مکتوب میتخم امورا به احوال نفوذ میری مکمل مشکل خود حل میکنی، براتون مشکل مشخص میکنه که اینجا مشکل داره. اگر احیانا مشکل داشتن، اگر مشکل نداشتن اونها براتون با اساس همون تذکره جدیدتون چیزی میکنه اقدام میکنه. تشکر بسیار لطف کردید. تشکر الله خوش خدا. نفر بعدی بفرمایید. علیکم سلام بفرمایید. می‌بخشید برادر، پاسپورت ما 1 سال پیش تاریخ زده بود، تا حال نگرفتیم، مشکل میشه که بریم بگیریمش؟ خب تاریخ زده بود مگه مراجعه نکرد به متری نشنوی مشکل است؟ بله مدام فعلا در سایت مراجعه میکنیم، میگه قبلا یا ثبت نام کردن. خب از سایت پاک نشده. خب که البته فرمتون البته پیشتان است، مشکل نیست، مراجعه کنید. البته سایت کابل باشه. کابل یک خوبی دیگه هم داره، اگر احیانا شما برای 1 سال البته غیر حاضر هم باشین میتونید مراجعه کنید به متریک میشین، کدام مشکل براتون ایجاد نمیکنه. ولادها که هستن معمولا تا 2 هفته البته تا 1 ماه البته ها وقت داره. چی بود؟ از ما هم در کابل 6 ماه 7 ماه پیش تاریخ زده بود برای ما نشد که بریم. نه مشکل نیست، میتونه فرم خود بگیر و بری به متریک میشی. علیکم سلام بفرما محترم در خدمت. بله محترم صدای داریم، بفرما در خدمت. سلامت باشین، بخیر باشین. سوال داشتیم مدیر صاحب بزرگوار، اگر یک متقاضی یک مرتبه از طریق رقابت آنلاین پاسپورت خود میگیره و طی مراحل میکنه و بعد بختانه بگم از پیش مفقود میشه، آیا میتونه با اونمو ثبت نامی که اول کرده بود کارش طی مراحل کنه دوباره مسنا پرین بکنه و دوباره بگیره، یا نه که دوباره سر جدید آنلاین بکنه از طریق رقابت باز بیا یا مفقود طی مراحل بکنه؟ یک موضوع دیگر این که یک تعداد کسا است که در 2022 ثبت نام شده در ولایات بغلان مثلا سایر ولایات، اما تا هنوز یک برشان نوبت نرسیده. در صورت ازی که از سال 2022 را ختم کردن و فی الحال سال 2023 را کار گرفتن که در چند ماهش هم رسیدن، اما تا حال واقع 1.5 سال شد که هیچ خبری نیست، در صورتی که تبدیل ولایات هم کردگی است. خب درسته محترم، مشکل شما را گرفتم. 2 سوال داشتین راجع به کسایی که مثلا پاسپورتشون مفقود میشه. راست پاسپورت قانون داره، اگر در داخل 6 ماه پاسپورت خود چیزی کردی، مفقود کردی یا سوختاندی یا پاره کردی، خلاصه گمش کردی، هر چیزی کردی در داخل 6 ماه، باز حق داری که عریضه نوشته کنی، مستقیما بری از کدوم جایی که گرفتی از ولایت یا مرکزی عریضه میکنی، اونها براتون پاسپورت میته. مگم شرطش نمی است که باید چیزی شوی، اگر اشتباه مثلا مفقود شده باشه شما را باز معرفی میکنه که با یک نهاد معرفی میکنه، مثلا با اطلاعات فرهنگ یا گم شده باشه مفقود شده باشه شما را برای تلویزیون ملی را معرفی میکنه یک برای اعلان. اونها باز فکر کنم از فی پاسپورت که گم شده باشه 100 افغانی یا 500 افغانی میگیره جریمه. همه قسم اطلاعات فرهنگ، همه قسم شرایطشان است. در داخل 6 ماه البته این کار شده باشه براتون میته کدام مشکل نیست. اگر احیانا از 6 ماه گذشته باشه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 1 سال اینها باز سیستم چیزی میشه، سیستم براشون باید دوباره ثبت نام کنه و پاسپورت خود چیزی کنه میگیره اون تاریخ و سیستم قسم ثبت نام میشه که بجای پدر و پدرکلان خود باز میتونه که یک تخلص اضافه کنه، در این صورت باز براشون ثبت نام میشه. چون بار دوم که ثبت نام میکنه اونها قبولشون نمیکنه، باید چیزی کنه بجای پدرکلان یا پدرشون یک تخلص اضافه کنه.
در این صورت باز میشه. مدیر گرامی همجه موضوع را خدمتتون هستم. نکته البته که آیا اینمی پاس وقتی که آنلاین ثبت نام میکنیم میاد از اینمی 6 ماه بعد از 6 ماه سیستم دلیت میشه یا تا اینمی 6 ماه هست در مدت اینمی 6 ماه گاهن نمی متقاضی پاسپورت خودم میگیره بعد از قرار میده و پس از پیشش مفقود میشه پس اون هم فرم میکشه مفقودی تایم مراحل میکنه. درست است؟ بله. خب محترم، خب شرایطشان گفتم به اونها معلوم میشه که می نفر 6 ماه اگر فرم خودم پرینت میکنی فرم قبلی خدا که پرینت کنی و او رو هم به رصد ببری و به اونها معلوم میشه که این نفر 6 ماه پیش یا 2 ماه پیش 1 ماه پیش پاسپورت گرفته 1 سال پیش پاسپورت گرفته. باز برات میگه که پاسپورت گرفتی و چی کردی چرا گم کردی چی کردی، اونها با دلیل خود براتون میگن. باز خود تو هم میتونی که دلیل خود براشون بگی و مشکل حل کنی. یکی و دیگه مشکل خودتون کی است که پاسپورت خود گم کردی باید چیزی کنی از 6 ماه اگر داخل 6 ماه البته باشه خود صحیح است براتون اجرا میکنه. اگر نباشه باید چیزی کنی حتمی است که باید ثبت نام آنلاین کنی و چون آنلاین که کنی دوباره بارکد چیزی میکنه وقتی که ثبت نام میکنه مو کدشون ثبت میشه با اساس همون تاریخ براتون نوبت میده. سلام شیخ مدیر صاحب بخیر. سلامت فهمیدی بیادر عزیز؟ درست. سوال قبلی را جواب نداد مدیر صاحب به ارتباط تبدیلی که 2022 را کار کردن و وارد 2023 شدن تا الان هم بهتر نوشت. خب کسایی که مثلا به ولایت‌ها تبدیل کردن و فعلا هم البته تاریخ براشان نداده اینها حتما یک مشکل داره. مشکلشان در بخش ایتی است. اونها میتونه که به ولایت‌های مرکزی در بخش ایتی مراجعه کنه تا مشکلشون پیگیری کنه. اگر احیانا باز هم در کابل هستین میتونه که به ریاست عمومی مراجعه کنه و این مشکل خود از نزدیک شریک بسازین. و باز فرم‌ها هستن که همراه ما شریک میشه که اونها هم نه تاریخ داده نه فرمشون پیدا میشه و که ثبت نام هم میکنه مگم فرمشون ثبت نمیشه میگه که نفر قبلا ثبت نام کرده. این البته مشکل عمومی است از طرف ریاست. این چند بار البته سیستم یک دفعه اجازه نمیداد که از مرحله سی پیش بره. این وقتی که ابدیت میشه مشکلات پیش میاد و یگان فرما میقسم میشه و یگان درست. به عنوان آخرین سوال که سایت بغلان و تخارج منگان چه وقت باز میشه بخاطر بغلان؟ خب بغلان البته سایت بغلان احتمال زیاد است که ما معلومات دریافت کردیم چون در این نزدیک ها بخیر باز میشه. تاریخ دقیقشان بر ما هم معلوم نیست. داخل 1 ماه 1.5 ماه حتما باز میشه. مدیر صاحب فراتیار بسیار زیاد تشکر. نفر بعدی سوال را بفرمایید. فارام هم قسم است در داخل 1 ماه 1.5 ماه بعد باز میشه چون لیست ها را که ما هر روز در یوتیوب اپلود میکنیم باز احتمالیش هم میگیم که این ولایت ها ده احتمال است که در نزدیک ها بخیر در 1 هفته 2 هفته 3 هفته باز شود. تشکر مدیر صاحب. بخیر باش. علیکم مدیر صاحب بخیر. علیکم سلام بفرمایید خدمت محترم. مدیر صاحب طبق معمول بعد هلمند و قندهار نوبتی بادرس است. ثبت نام به نظر شما کی میشه ثبت نام ولایت بادرس؟ خب بادغیس هم تقریبا در طولشان ده که باز میشه باز شده بود فقط 2 بار باز شده. یک دفعه اول یک تقریبا 2 ماه 3 ماه پیش البته باز شده بود. بادغیس هم احتمال زیاد است که در نزدیک ها بخیر باز شود. زیاد که طول بکشه می 2 هفته الا 3 هفته البته به خاطر چون فعلا روان توزیعش هم 100 است. احتمال است که می روان توزیعش هم تا 200 برسه. مورد فرمای اپلاین بودن مردم گفتن دیگه نیاز به آنلاین نیست ما میتونیم از طریق فرمای اپلاین ثبت نام کنیم. این اپلاین میتونه زودتر از آنلاین باشه یا اون بعد از آنلاین است؟ چجوری اپلاین آنلاین کدوم میگه زودتر میاد؟ خب اپلاین قسم است که محترم عریضه میکنی اونها براتون چیزی میکنه یک توکن براتون میده.
عریضه که کردی به ریاست عمومی یا ولایتی فعلا خب فعالیت نشروع نکرده، هر وقت که فعالیت شروع کرد اطلاع را باز پخش میکنه. این پروسش همین قسم است که ما که معلومات دریافت کردیم قبل چون دولت ها بودن من قسم استم عریضه میکنی، عریضه که کردی اونها لیست داره، البته لیست اسمتون در لیست نوشته میکنه، یک توکن براتون میده، یک تکت براتون میده، یک تاریخ سرشان نوشته میکنه که به می تاریخ به چیزی کنیم مراجعه کنیم. یک ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد شد براتون همین قسم از آنلاین که در آفلاین با زود براتون نوبت میرسه. چون فعلا اگر در آنلاین ثبت نام کنید در کابل احتمال است که 6 ماه بعد 8 ماه بعد براتون نوبت برسه. آفلاین که هست باز زیاد که طول نمیشه و 2 ماه بعد یا 3 ماه بعد براتون حتما نوبت میرسه. همین پروسهشون است. خب فعلا در ولایت ها شروع نشده، نه در کابل شروع شده و آنلاین که است عموما در ولایت ها با زود نوبتشان میرسه. چون روزانه تعداد آنلاین که است 100 تا است، 1.5 ساعت تا است، باز آفلاین که باشه 50 تا 40 تا باز می باشه دولت ها. در کابل باز آفلاین احتمالا زیاد 1000 الی 1.5 باشه و آنلاین که است تا 5000 5.5 می باشه. همین قسم این چیز ثبت نام اپلاین فقط ریاستی پاسپورت انجام میده یا هر کس میتونه انجام بده؟ فقط و فقط در ریاست پاسپورت میشه محترم، هر کس کده نمیتونه. تشکر. علیکم سلام، بفرمایید خدمت. بخیر باشه برادر. امی مشکل اولی که چاپ فرم در ولایت هرات چند وقت است، تقریبا 3 هفته است، تاریخ هم نزده و دیگه چاپ فرم هم مشکل داره، سیستم هم بعضی فرما را پیدا نمیکنه. یک سوال اینی است که درباره از اگر معلومات بدین خوب میشه. خب محترم، قبل یک دوست ما سوال کرده بودن، البته مشکل تخنیکی است از طرف ایتی بخش چیزی میشه، این مشکل ایجاد میشه. میتونی که به امنیت ولایتی مراجعه کنی، مشکل از نزدیک امرشان چیزی کنه، پیگیری کنه، تعقیبشان کنه تا مشکلتون حل کنه. این باز فرما همراه ما هم شریک شده بودن، اما فرمشون هم دالون نمیشدن. میتونی که از طریق امنیت ولایتی مراجعه کنی و فرم خود از اونجا دانلودشان کنی. و دیگه ای که مدیر صاحب ولایت غور باز شده یا نه فعلا سایتش هنوز بند است؟ فعلا ولایت غور بسته می باشه، فقط طول که آنلاین سیستم ایجاد شده فقط 2 بار باز شده بود، بار اول و 4 ماه پیش. البته فعلا باز نشده، احتمال این هم است که دمی واقعا 1 ماه 1.5 ماه بعد هم باز شود. چون امی ولایت غور اصلا هم توزیع آنلاینش هم بند بود، چند روز پیش نمیفهمم که فعلا باز شده آنلاین هم یا نه بند است. در مجموع بند بود، نه آفلاین یا نه آنلاین. خب آنلاینشون البته از شکل حضوریشون البته ما معلومات فعلا نداریم، اگر معلومات دریافت کنیم حتما در کانال خود شریک می‌گذاریم. سیس به عنوان آخرین سوال دوست امی چی که است فرم آفلاین روان کرده بودین کابل البته، ولی از بقیه آمده 2 تا 3 تا فوق آفلاین 2 تا آمده، یکی مانده ولی نمیدونم که گم شده چی رقم. اگر گم شده باشه باید چی اسناد را تایید کنیم؟ خب این فرم چه قسم آفلاین عریضه کرده بودی برای پاسپورت؟ فرم آفلاین ما 3 تا فرم آفلاین برای پاسپورت تایید کرده بودین، امر گرفته بود تاپه شده کلش و پیسهش هم تحویل کرده بودین. بعدا 2 تایش از کل دوباره آمده برای برگشتی خورده که مثلا کدام مشکل داشته ولی یکیش نیامده، نه پاسپورتش آمده و هم دوباره فرمش برگشتی آمده. خب مشکل نیست محترم، اما اویزه بانک همراهتان باشه، ورقتان رسید با همراهتان باشه، کدام مشکلی نیست. پاسپورت ها که هست عموما اگر یک جا روان کرده هم باشه حتما یک هفته 2 هفته طول همراهشون تفاوت میاد. چون ولایت ها وقتی که پاسپورت ها که جمع‌آوری میشه در ریاست پاسپورت عمومی از کل ولایت ها جمع‌آوری میشه، باز یک دفعه تمامشون چاپ نمیشه، از یک ولایت یک رقم چاپ میشه، دیگه ولایت دیگه رقم چاپ میشه. بعضی هستن که با اساس اسم ترتیب میکنه، امور رقم چاپ میکنه، بعضی گدوات چاپ میکنه. معلوم نیست فعلا، حتما میاد 1 2 هفته 1 3 هفته صبر کنه حتما براتون میرسه.
و علمی فرم که میگم نیامده تقریبا 2 ماه میشه که نیامده. یک بارم ریاست هم مراجعه کردیم گفت در از بعد از او درازش هم 1 ماه تیر شده تا بال نیامده. به خاطر همین ما گفتیم حتما گم شده. وقتی که گم شده باشه ما چی اسنادی رو باید تایید کنیم؟ فقط به خاطر همین. خب که اگر اسناد داشته باشی همون رسیدشون داشته باشی، یکی عویزه بانک داشته باشی، همون ورق که براتون میده تحویلیشون همون را باید داشته باشی و اگر از عریضهتون مکمل کاپی داشته باشی اونها هم باید امر خود داشته باشی. این میرم مکمل 3 تا 4 تا قلم هستن اونها را باید بگیری و برای مراجعه کنی، اونها براتون بس پیگیری میکنه. در بخش معلومات مراجعه کنی، اونها براتون پیگیری میکنه و راهنمایی کامل براتون میکنه. تشکر، بخیر باشی، سلامت باشی. السلام علیکم مدیر صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني. مدیر صاحب محترم، پوښتنه مې درلودله چې د لغمان سایډ ډېر وخت کېږي بند دی، څه معلومات لرئ چې څومره وخت کې به خلاص شي؟ د لغمان سیټ خو فعلا نو بدیهي شپږمې میاشت ته رسېدلې ده. د شپږمې اوله دوم ته رسېد 2023 کال 2023 کال د شپږمې دوم درېم کې ده. او لغمان سیټ چې کله بند شوی دی د 2023 کال د شپږمې میاشتې په 40 باندې بند شوی ده، 25 باندې بند شوی ده. این فعلا تفاوت چې ده د 40 ورځې ده او هر 3 ورځې وروسته هر ورځ یعنی 3 ورځې مخکې کېږي. یعنی فعلا لپاره که موږ درته په احتمالي شکل سره وایو د 15 ورځو نه نیولې تر 25 ورځو بعد به د لغمان سیټ خلاص شي. او بله پوښتنه دا مدیر صاحب چې دا موږ خو ثبت نام کړی او لغمان ته خو بیا چا چې ثبت نام کړی هغو کابل ته کړی تقریبا د 6 میاشتې کېږي چې کله سایټ خلاص شوی د لغمان. نو دا چې کله بیا سایټ د لغمان خلاص شي دا به د سر نه شروع کېږي که دا څه رقم سیسټم ده؟ نه، ته چې کله ثبت نام کوې تا ته یو بارکوډ درکوي. دغه بارکوډ په اساس باندې ستا ټول معلومات په همغه تاریخ باندې ثبتېږي. ته چې هر فرم چارج انتقال کوم دغه تاریخ درپسې سیب ده، همغه تاریخ په کوم ورځ چې تا ثبت نام کړی ده. ستا نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي. خو یو هغه کسان چې تا نه مخکې کابل کې ثبت نام کړي هغوی ته حق ولایت ورکول کېږي او هغه کسان چې تا نه وروسته ثبت نام کړي هغوی نه ته مخکې. مثلا کله چې سیټ خلاصېږي که نه کوم کسان چې تازه ثبت نام کوي او ته کابل نه فورمه تبدیل کړي حق ولایت ته درکول کېږي ځکه تا مخکې ثبت نام کړی کابل کې او تاریخ درپسې سیب ده. اول حق ولایت ته درکوي. بیا هغه نه وروسته کوم کسانو چې تازه ثبت نام کړي دوی د لیست په آخري ځای کې قرار لري. صحیح، مننه مدیر صاحب، محترم ډېره مننه. السلام علیکم مدیر صاحب. سلامت اوسې مهرباني. مدیر صاحب د معلومات راکړئ چې هرات ته د کومې میاشتې پاسپورټونه راغلي دي؟ کوم تاریخ پاسپورټونه؟ فعلا لپاره د هرات چې ده نو بدیهي په اساس باندې چې موږ درته اوس ووایو د هرات صفحه زه ته لیستونه وګورم. هرات چې د فعلا د 1401 کال 11مې میاشتې 12 او 13 تاریخ باندې کوم کسانو چې ثبت نامونه کړي دي دوی نو هغه راغلي دي، لیستونه راغلي دي. د 1401 کال 11مې میاشتې 13 تاریخ باندې د 1402 کال د 8مې میاشتې د اوله دا نه راغلي؟ لا تر اوسه به هغه هم نه راغلي. خو بیا هم لیستونه هغه کې ورشي بعضې وخت کې د هرات پوستخانه چې ده دوی هغه لیستونه تعقیبوي چې هغوی ته یعنې د ورځې فقط 100 کسانه 200 کسانه لیستونه هغه کوي یا څه کم چې دد باندې هغه چې ځکه بیروبار پې ډېر نه شي کم جګوي شاید راغلي اوسېږي نږدې څخه پیګیري وکړه تعقیب وکړه حتما تاسو نوم به راغلی کولی شئ مراجعه وکړئ او ویې ګورئ. که خپله نه یې کوم کس ولېږه مالته د هرات پوستخانې ته حتما تاسو پاسپورټ راغلی خپله هم دلته یم د 3-4 واره کېږي ورځمه نو وایي چې نه دی راغلی حتما نه ده راغلی فعلا لپاره حتما نه ده راغلی بیا منتظر اوسېږه چې هر وخت کې د لس کې د نوم راغی بیا مخ مراجعه وکړه یا یو هفته وروسته یا 2 هفته وروسته مراجعه داسې یو ترتیب نه درته معلومېږي چې زه وغواړم په لیست د روزګار څخه خپل نوم پیدا کړم چې هر وخت لیست کې راشي بیا واپس هو لیستونه شته لیستونه یې کولی شئ فیسبوک کې دوی صفحه لري د هرات افغان پوسټ په نامه صفحه لري په فیسبوک کې ولیکئ هرات افغان پوسټ هلته عمومي صفحه ده ټول لیستونه هغه کې شریکېږي کولی شئ هغې نه تعقیب کړئ. الله پاک د خیر درکړي. سلامات اوسئ. سلام علیکم. سلامت اوسئ وروره مهرباني. مننه مدیر صاحب دغه پوښتنه مې کوله ما د کونړ سایډ به کله په خیر خلاص شي؟ د کونړ سایډ هم دغه نږدې وختونو کې شاید احتمال شته چې میاشتو شو سایډ بند ده
او د دې ساعتونه هم د نيزو وختونو کې خلاصېږي. فعلا لپاره فکر کوم نو بدیهي هم دغه د 1402 کال د 4مې میاشتې 28 ته رسېدلې ده. نو انشاءالله دوی هم دغه 2023 کال تر د 8مې میاشتې پورې دوی سټونه وازو. فعلا لپاره دوی چې د 2023 کال د 9مې میاشتې 13 پورې رسېدلې فقط 12 ورځې یا 15 ورځې تفاول لري. نو دغه 15 ورځې کې 400 کسان ثبت نامونه کړي او له دغه خلاص کړي انشاءالله هغه نه وروسته به سیټ خلاص شي. مننه مدیر صاحب. د ننګرهار معلومات دقیق شته ته یا به کله خلاصېږي؟ د ننګرهار معلومات دوی چې دا کنه فعلا لپاره د 2023 کال د 15مې میاشتې 13 تاریخ کې نو بدیهي رسېدلې ده او دا تر 2023 کال د 4مې میاشتې 15 پورې دوی نوبت وهنه سیټ وازو. نو دوی هم د تفاوت 12 هغه دی 15 پکې نورې وا چې تقریبا 20 ورځې دوی تفاول لري. نو 20 ورځې کې 400 کسانو ثبت نام کړی وو هغه به خلاصي هغه نه وروسته به بیا به سیټ خلاصېږي. خو احتمالا د شاوخوا د 2000 کسانو 15 پورې شل کسان به سیټ کې ذخیرې او دوی روزانه فعلا لپاره اصل کسان توزیع لري د حساب که چې هر څونه بعد راځي همغه ورځې بعد خلاصېږي. شدنه هم زر خلاص شي. مننه مدیر صاحب. سلامت اوسئ. کوم څوک سوال لري مهرباني موږ خدمت کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام محترم فرما. خب بس از الله خیرته. سلامت باش بیاد رزی بفرما در خدمت هستیم. برادرم کسی که ثبت نام میکنه جدید در مزار شریف و چقدر وقت نوبتش میرسه؟ 1 ماه 2 ماه 3 ماه چقدر وقت؟ خب محترم فعلا البته ثبت نام ها در کابل میشه. از ثبت نام که در کابل شود بعد از او باز فرمتون با ولایتون تبدیل میشه. احتمالا براتون بگیم که فعلا اگر کسی جدید ثبت نام کنه حدود از 3 ماه گرفته دولت ها خصوص میته از 3 ماه گرفته تا 6-8 ماه بعد نوبتشان میرسه. اگر احیانا سیستم یکم دولت ها و کابل البته توزیع زیاد شود یعنی فعلا توزیع که از دولت ها سجل است اگر 200-300 شود باز امی احتمالشان باز از 2 ماه گرفته تا 4 ماه 5 ماه البته طول میکشه. فعلا پاسپورت 10 ساله میده 5 ساله؟ هر دو میده یعنی هر یک با خاصی براتون میده. اگر 5 ساله میده 5 ساله براتون میده اگر 10 ساله میده 10 ساله براتون میده. درست است. تشکر. سلامت وقت خوش باشه. نفر بعدی بفرمایید خدمت. کوم څوک سوال لري مهرباني موږ خدمت. سلام وقت شما بخير. از هرات بالتماس شدیم. از ظرفیت ولایت هرات جسد نقل شده عمومی است یا نه باران میره پس؟ تشکر. خب البته این ظرفیت با اساس زلزله شده چون به خاطر در هرات جو زلزله میشه به اون خاطر چې داشتن فعلا کم شده. قبل که بودن از 1,500 بود بعد از 1,000 شد فعلا 200 شده. احتمال است که در روزهای آینده بخیر این ظرفیتشان شاید دوباره پس به حالت اولی قرار بگیرد 1,000-1,500 توزیع شود. خب فعلا در حالات عادی است یعنی فعلا فقط 200 جلد توزیع میشه روزانه. نفر بعدی بخیر. نفر بعدی بفرمایید خدمت. السلام علیکم. علیکم السلام مهربانی. واسم بخیر است محترم. می از فاریه و پرسان نکنیم از برادر ما جاسی رو شده بای مطلق کردم و پاسپورت تابال نمود از یک دوست ما 15 روز نشده پاسپورت جان بجاری چه خمی است؟ خب حتما بیشتر هم به بیادار دیگه هم گفتم باز وقت این قسم میشه که یک جا اسنادشون به مرکز انتقال شده مگم یکیشان 1 هفته پیش میاد یکیشان 2 هفته بعد میاد
این مشکل نیست، حتما پاسپورتشان چوم میشه، چون در نوبت هسته. بعضی هستن که با اساس اسم ترتیب میشه، بعضی ولایت ها هستن که البته لیستا که میبره با اساس اسم الف بی و جیم ترتیب میکنه، اونجا باز ترتیب میکنه. بعضی هست که گد ود میبره اونجا چاپشان میکنه. این مشکل نیست، حتما دمی روزها بخیر یا یک هفته با 2 هفته بعد حتما براشون پاسپورت میاد. سوال من خیلی کوتاه است. تذکره گم کردم، فقط پاسپورت پیش من است. میتونم از طریق پاسپورت مشخصات تذکره در بیارم تا دوباره بتونم تذکره جدید بگیرم؟ و اگر میتونم کجا؟ وبسایت پاسپورت میتونم یا جای دیگه؟ خب تذکره که گم کردیم محترم، میتونه که در قدم اول به احوال نفوس مراجعه کنی، احوال نفوس امارت ولایتی خود مراجعه کنی. اگر احیانا باز میخواست در کابل مراجعه کنی، سر شمالی مراجعه کنی، ها براتون پیگیری میکنه، این راهنمایی کامل براتون میکنه، اونها براتون میته و تمام در کابل طبعا براتون زود میته. دولت ها که هستن اگر ثبت نام کنی یا پاسپورت تذکره جدید بگیری، البته تقریبا 2 ماه 3 ماه 4 ماه طول میکشه. و دولت ها در کابل که است در ضرب 2 هفته یا 1 هفته البته پاسپورت تذکره جدید براتون میته. اولین نفوس رفتم گفت که مشخصاتش چی است، پول نمبر جول کتاب از اینا بیار که براتون من از کجا پیدا کنیم؟ باید یه روز بگردم تا پیدا کنم. از طریق پاسپورت نمیشه اون مشخصات پیدا کنم، مثل ثبت نام آنلاین که میکنی یه برگه به ما میده. اگر اون برگه بود خب یک کاری میشد، درست میشد، اما اون هم ندارم. خب ثبت نام کردی؟ آنلاین ثبت نام کرده بودی؟ ثبت نام آنلاین با پاسپورت کرده بودی یا نه؟ اسمت علی سلام علیکم. میرید محترم میشنوید؟ بله میشنم محترم، بفرمایید خدمت. میرید محترم می ولایات چون وجود بسته میشه، یک ساعت یا 2 ساعت باز است وجود بسته میشه، میره اطلاع داشتیم و چه رقمی حساب؟ خب البته پروسه شون هم قسم شده فعلا، فقط و فقط چون قبل که بودن فقط برای 2 روز 1 روز تا 3 روز 1 هفته باز می بود. فعلا قسم شده که برای نیم ساعت یا 5 دقیقه یا 10 دقیقه 20 دقیقه یا 1 ساعت البته باز می باشه، بعد بسته میشه. این طرف بخش احتیاطی می باشه، حتما کدام دلیل داره، چون کسایی که مثلا فرما را تبدیل میکرد با اونها زیاد وقت یعنی وقتشون چیزی میشد دیگه، با خاطر با شدن دوباره ساعت که تقریبا 2 ماه 3 ماه طول میکشد. همین جلوگیری از زیاد البته که باز نمیشد با خاطر این کار کرده. یعنی زود باز این روزهای مثلا پنجشیر که تقریبا 2 ماه پیش این 2 ماه تقریبا 3 بار یا 4 بار باز شد. این باز ولایت های هستن که ما فیلم معلومات که دارم از بلخ البته فقط 1 بار باز شده. این تقریبا در 1 سال فقط 1 بار باز شده. من میگم پنجشیر که فعلا 2 هفته باز یا 3 هفته باز 1 هفته باز میشه، این به اون خاطر باز میشه. باز میتونه که 2 هفته بعد هر وقت که سیت باز شود، یعنی 2 هفته بعد دوباره باز میشه، کدوم مشکلی نیست. به خاطر از اینکه ولایت پنجشیر هم دکتر مستقیم کرده بود تا ثبت شد، من وقت سایت بسته شد. کسایی که موتور همین روزا ثبت نام کرده بوده و آغاز شده خود انتقال داد، نوبت از او رسید. برای اگه شما کدام عرضه کرده یا با اطلاع داده نمیتونه که تلافی میشه، کسایی که دیر ثبت نام کرده که نوبت از او نمیرسه تا خبر میشه بسته میشه. خب باید متوجه باشیم محترم، به خاطر کسایی که یعنی زیاد اطلاع داره یا کدام سایت ها داره اونها را باید تعقیب کنی، یا سایت عمومیشون تعقیب کنی، یا میتونید کانال ما را هم تعقیب کنید. هر وقت که سایت باز میشه باید امور دقیقه باید چیزی که فرما تبدیل کنید. همین شرایطشون فعلا شده. ما هم چیزی که نمیتونیم که براشون بگیم که قسم است یا مردم قسم میگه. اونها خودشون حتما سیستم جور کرده، با اساس همو زود بازشون میکنه، زود بستهشون میکنه. چون در 1 ماه در 2 ماه گذشته البته سایت پنجشیر تقریبا 3 بار یا 4 بار باز شد. یعنی یعنی 2 ماه پیش که البته تقریبا فقط 1 بار باز میشد در بسته 1 سال. الان در داخل 2 ماه فقط 3 بار 4 بار باز میشه. به خاطر همین باز میتونه که زود فرم‌ها تبدیل کنه. فقط کسایی که فرم‌ها تبدیل کرد به اونها زود نوبت میرسه بس لازم. و این ولایات کمیونیتی سر محترم 4-5 ماه که میشه مونم کارا یا بعد یا تبدیلی باز نشده یا باز بشه
شاید به نظر شما یک روز آواز باشن. ها بله، اونها که البته تعدادشان زیاد هستند، دستشان زیاد نفرها ذخیره شده، اونها هم که خلاص شد و خیر اونها هم همین قسم یک هفته بعد 2 هفته بعد باز میشه. چون به اونها معلوم میشه که تعداد روز به روز کم میشه، یعنی به شکل افلاینی که ایجاد میکنه با اساس سمی ایجاد میکنه، شاید در آینده همین سیستم آنلاین شاید کمتر زیاد مردم استفاده کنه. که اگر افلاین ایجاد کنه خود طبعا تمام مردم میره به شکل افلاین چیزی میکنه، عریضه نوشته میکنه و نوبتشون میرسه. دست تشکر مدیر محترم، موفق سربلند باشید. بله. مدیر صاحب گرامی با سلام مجدد، ببخشید که دوباره ما مزاحم شما میشم البته به ارتباط پاسپورت‌هایی که چاپ شده از مرکز به سایر ولایات در مورد پستخانه ها اگر معلومات داشته باشین که ما سوالات خود مطرح کنید. خب بفرما، چیزی که ما البته معلومات داریم حتما براتون ارائه میکنیم، اگر چیزی نداشته خب معذرت میخوایم. درست است. یک پست افغان پست عمومی داریم که اکثر ولایات محدود نشر پاسپورت‌های نواقصی مستندی و پاسپورت‌هایی که چاپ میشه اونا را رایی میکنن، اکثر ولایات دیگه به نشر نمیرسونن. جهت فراهم نمودن مشکلات مردم اگر با مدیر صاحب ادمین افغان پست یک پیشنهاد داشتیم که میشد هر ولایت را جدا یک لینک بسازه یا گروه بسازه تا از ازدحام سایر ولایات با گروه مربوطه کمتر باشه و بتونه که هر کس معلومات باطنی به دست بیاره که مثلا پاسپورت خودش گرفته تا اون معلوماتی که از چقدر مدت آیا پاس شده نشده نواقص شده. بار ما در لینک افغان پست کامنت دادیم اما کامنت های ما عمده نشد که به تعداد میل سمت شمال خواهید بنشد جز زن قندوز دیگه بنشد نمیرسونن. یعنی این موضوع را اگر مشکل حل بسازید خب تر میشه مدیر صاحب گرامی. خب صحیح است محترم، این مشکل شما را گرفتم، حتما همراهشان شریک میسازم و دیگه از هر یکی از هر ولایت 24 ولایت که هست، البته بغیر از کابل 23 ولایت، تمام لینک هایشون همراهتون شریک میسازم، چون هر یکی جدا جدا صفحه اجتماعی جور کرده. انشالله در می روزها تمامشان لینک هایشان شریک میسازم، بعد میتونیم امور هم پیگیری کنیم و این مشکلتان هم شریک میسازم تا معلومات جدید که همراهشان شریک میشه باید امور لسه به چیزی کنه در صفحات خود چیزی کنه اپلود کنه. دین ماها میشه 20 روز 15 روز 2 ماه 3 ماه میشه یک کسی از امو پاسپورت خود هیچ خبری نداره و خبری نیست، بخصوص بغلان، تخار، بدخشان، سمنگان، سریپور، فاریاب، یعنی ولایت‌های سمت شمال هیچ به نشر نمیرسونه. یعنی از خیرتان یک لطف و توجهتان می‌خواهیم که جهت فراهم نمودن مشکلات مردم یعنی تو یک لینک جور شود و هر متقاضی هر ولایت بتونه از معلومات خود معلومات پاسپورت خود از لینک مربوطه ولایت خود به دست بیاره. صحیح است محترم. البته ما که معلومات دریافت کنیم تجربه خود براتون میگم، ولایت‌های دوردست عموما یعنی ولایت‌های سرحدی اونها که هستن در 25 روز الا 35 الا 40 روز بعد پاسپورتشون چاپ میشن. ولایت‌هایی که مرکزی هستن یعنی برای پاسپورت مرکزی نزدیک هستن اونها که هستن از 15 روز گرفته تا 25 روز پاسپورتشون چاپ میشه. این ولایت‌های مرکزی یعنی بامیان و پروان و پنجشیر لوگر لغمان اینها که هستن اینها طبعا در از 15 روز گرفته تا 25 روز پاسپورتشون چاپ میشه. یعنی تجربه ما که درست است. پس فکر کنیم که بغلان هم وقت دورتر ولایت نیست، اما تمام پاسپورت‌هایی که به نشر میرسه از میدان وردک است، هرات است، کاپیسا است، قندهار است و ولایت‌های سمت جنوب است. دیگه ایدون یک توجهتون هم می‌خوایم بخیر و سلامت باشین. امیرم مشکلتون شریک می‌سازم. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید خدمت. جور بخیر که خیراتی ان شاء الله. سلامت و سرور مهربانی. ډېره مهرباني مدیر صاحب، په 1401 کال د یو درکم د سمبولې مې ثبت نام کړی و ولایت کابل کې د پاسپورت لپاره. تر اوسه پورې زما نوبت نه ده رسېدلی، نه پوهېږم د مشکل په کوم ځای کې که لږ معلومات راکړئ.
وروره فعلا لپاره د کابل نوبدهي چې دا د 1401 کال د سنبلې د میاشتې اول تاریخ کې ده او ستاسو نوبت چې د 28 د دې شویه تفاول لري او د کابل نوبدهي چې د افتک کې 3 ورځې یا 4 ورځې مخکې ته ځي الا 15 ورځې اوسط نه 15 ورځې ونیسي یعنې افتک کې دوی 4 ورځې د اوسط نه ونیسي یعنې 4 ورځې چې اوسط نه ونیسي یعنې ته خپله معلومېږي چې څو ورځې بعد ته نوبت رسېږي سمه ده بیا کولی شي په همغه ورځ باندې مراجعه وکړي یعنی تقریبا 11 تاریخ باندې نوبت رسېږي 11 باندې هفته یو میاشت 4 هفتې ده دوی چې د هفته کې 4 ورځې مخکې ته ځي او تا ته چې شنبه ورسېږي تا ته چې نوبت ورسېږي یو نیم میاشت یا یو 2 میاشتې بعد تا ته نوبت ورسېږي یا دنه هم نږدې یو میاشت په داخل یو نیم میاشت ډېرېږي نه صحیح ده ډېره مهرباني او د بغلان سایډ به څنګه خوښېږي دا ډېر وختي بند شوی دا ډېر مشکلات موږ خپله د بغلان سایډ ته بند داسې 15-20 ورځې شاوخوا بعد خلاصېږي ډېره مهرباني مدیر صاحب تکلیف مې وکړه ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم